طبق تغییراتی که با کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده است، شخصانی با وظیفه‌های دولتی پیشبری شده برای پنهان داشتن شهروندی خود مجازات خواهند شد. یک منبع از پارلمان گفت که در وضعیت حاضره برای چنین جزا ضرورت وجود دارد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات مجلس نمایندگان تاجیکستان، روز دوشنبه 10 اپریل در جلسه شورای پارلمان لایحه قانونی وارد کردن تغییرات و علاوه ها به کودکس حقوق ویرانکنی ماموری بررسی شده و در این سند بند نوی در مورد تعیین جزا برای چنین اشخاص وارد گردیده است. این منبع افزود بر ماده 501 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری ماده نوی پنهان کردن اطلاعات درباره داشتن شهروندی دولتی دیگر علاوه شده است که طبق آن افراد مجرم به مقداری از 20 تا 30 نشان دهنده یا که از 1000 تا 1500 سامانه جریمه خواهند شد. انتظار می رود که این طرح روز 12 اپریل در اجلاس مجلس نمایندگان تاجیکستان بررسی شود. تاجیکستان تنها با روسیه سازشنامه حق دو شهروندی بسته است و تصمیم اخیر برای منع کار شخصان دارای شهروندی علاوگی به جز تاجیکستان مربوط آنها می شود. در همین حال کارشناسان مستقل وارد کردن تغییرات به کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان را منطقی و جوابگوی منفعت‌های ملی خواندند. نورعلی دولت کارشناس مستقل میگوید ساکنان تاجیکستان که همزمان دارای شهروندی روسیه هستند با هر راه و وسیله برای نگه داشتن این امتیاز تلاش میکنند. وی گفت یک مسئله یعنی که برای روسیه هر وقتی که خواهند به ماموریت رفته میتوانند، چون در روسیه امکانیت بیشتر است و در روسیه معاش هم زیادتر است و زندگی هم نسبت به تاجیکستان خوبتر است و عامل دومش میتواند این باشد که در وقتی نفقه برآمدن مبلغی که برای بازنشستگی نفقه میگیرند شاید خیلی زیاد میباشد نسبت به تاجیکستان. سال 1995 تاجیکستان و روسیه سازشنامه دو شهروندی را امضا کردند و از آن زمان تا سال 2014 تخمینا 300,000 نفر شهروند تاجیکستان همچنین شهروندی روسیه را پذیرفت، ولی مشخص نیست که چی تعدادی از آنها از شهروندی تاجیکستان کاملا دست کشیدند. همچنین معلوم نیست که از این شمار چی تعدادشان کارمندان ساختار دولتی و حفظ حقوق هستند.